مشکلی پیش اومده؟ مردم چی برداری؟ به من بگو شاید بتونم حلش کنم. راست شده مثلا دیدم من اصلا فرار کردم خب اصلا مثلا صداتون نمیشتم. میگم اصلا فرار کردم خب بعد مثلا علمه اون دختر نبود اونجا از دخترگی در اومدم ها بعد با یه پسر دوست دادم به زور مجبور شدم برم تو رابطه رفتم مثل این که چیز دارم بچه دار شدم هنوز بچه مثلا تشکیل نشده به بزرگترین حالا بارداری؟ من باردارم چند سال؟ من حالا 3 که میشه و ساعت من جوره 16 16؟ بعد می‌بینم یه ماسک زیبا چه میتونم داشته باشم این ماسک این ماسک ولی من نمیخوام خب کجا تو رو گرفتن؟ من خودم رفتم پاشگاه فکرم بهزیستی جای خوبه بعد دیگه رفتم اونجا قرار شد برم بهزیستی که آزمایش دادم نه اینجوری در اومد نبردم بهزیستی گفتم بعد مثلا بچه نباشه چیز باشه آزمایشت خوب باشه بعد ببریم بهزیستی بعد الان میگه بچه رو مثلا بیفته اینا چند سالگی؟ وارد رابطه شدی که من همین تازگی شدم منم باردارم اولین بار منظورم. اولین بار من دوستم گول زدن یا 12 سالم بود. صحبت ما با آقای نادری مسئول بخش کمپ. اسم کمپتون چیه؟ امید آزادگان قسمت بانوان. بله آقای نادری ببخشید به چه بیشترین علتی که اینا میان اینجا به چه علت به عنوان بوده؟ پدر نامناسب، شوهر چجوری بوده شما میدونید؟ جامعه نامناسبه. آها یعنی اینا جامعه نامناسبه پیشگیری نمیشه. تو مقطع دبیرستان باید این موضوع شکافته بشه و درس داده بشه که متاسفانه هیچ کس به فکر این چیزا نیست. درسته بله. الان بچه‌هایی که اینجا آمدن بیشترشون بخاطر چی بوده؟ خانواده بوده؟ چجوری بوده؟ همه چی از مصرف مواد به مرور زمان طرف وقتی آلوده میشه یا یه خانوادهش آلوده است یا دوست آلوده داره میره یواش یواش تمایل پیدا میکنه به سمت اونا و اینم میشه یکی مثل اونا. اینجا مصرفشون چی بوده بیشتر؟ شیشه، هروئین، تریاک، گل، کمیکال، قرص و همه اینا. بیا شما اینجا یه لحظه خانم پیانده یه لحظه بیا. شما چی شد اعتیاد پیدا کردی؟ چی؟ بلند بگو. همینجوری زدم. اول رفیق بود؟ دوست پسرم بود. گفتی چند سالته؟ نه 24. البته نه تا 24 23 نظر من 24. ولی بخواید حساب کنم 24. الان دوست پسرت کو؟ والا من خبر ندارم تا اونجا که مامان گرفتم مامان گفتش که میاد جلو درش. یعنی خبر پس داره. هست هنوز ها؟ بله. هم نوارم. چند سالشه؟ بابا چی کاره؟ گفتی داداشت چی کاره است؟ سربازه؟ این هیچ کدومتون نمیکشیدی؟ کارت کشیدی؟ از چی شروع کردی؟ از دوا؟ از چی؟ اول دعوا شروع کردم بعد خیلی خاطر برو واکسن تو بزن. خونه و قسم بگم اچه خوشگلی هم هستا یه دوست پسرم خانواده
میکشه اینجا که آره نمیدونم چیزی داره. خانم شما یه لحظه میایید ببخشید. بعد فرمودید چند سال مصرف کردید؟ 20 سال. 20 سال. فرمودید 40 چند سالتونه؟ 40 چند سالتونه فرمودید؟ 42 سال. ببخشید چی شد که به اعتیاد دچار شدید؟ من خانوادم مصرف کننده بود، شوهرم هم مصرف کننده بود. آها از چی شروع کردید؟ از شیره. شیره؟ بعد رفتید به شیر؟ بعد چی مصرف کردید؟ بعد دوا. دوا؟ اواخر شیشه هم مصرف میکردید؟ الان اون دوستمون که فکر میکرد 12 سالشه اومد اینجا نشسته. اون شیشه میزنید شیشه هم شما میزنید خب باید قاطی بزنید یه مدت که توهم اومد سراغه بعد اول سالی دوا میکشید فکر کن این شیشه چرا نمیرم خودش رو بالا بندازم پایین دلیلش یه وقت توهم میاد سراغش موادش عوض میکنه روی دوا میکشه بعد دوا که کشید اون علائمش پرید دوباره شروع میکنه رو شیشه کشیدن اون اعتیاد نداره الان اینا 25 روز تماشا میرن؟ اینا 25 روزشون تماشا آره دیگه میره دوباره میکشه